سلام خدمت دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. دوستای عزیزم قراره توی این ویدیو با این رنوتی که دارید میبینید از کشور ترکیه به کشور فنلاند سفر کنیم. داداشای گلم با کفی، با تریلی نه کفی، آقا چی میگیم؟ اول ویدیو با تریلی ماموت دوباره داشتم میگفتم کفی. داداشای گلم آقا من حدوداً 8 ساعته میشه که رسیدم تازه به کشور ترکیه و دیگه داشتیم میرفتیم اسی و امروز از پارکینگ بیاریم بیرون که تلفنمون زنگ خورد و بهم گفتن که آقا یه بار هستش بیا ببر. گفتم به کدوم کشور و کشور اینا رو دیگه پرسیدیم و بار اینا رو پرسیدیم و قرار بود اول آقا ما این تریلی رو با اسی خودمون ببریم که دیگه شرکت گفته بود آقا من خودم ماشین دارم و ماشین رو میدم داداشا. و اینکه آقا دیگه قرار الان از کف ترکیه بریم به سمت کشور فنلاند اگه اشتباه نکنم. رخ زیبای رنوتیو دارید میبینید با تریلی زیبای ماموت معروف. بریم داداشا، بریم بشینیم که قراره 3000 کیلومتر از ترکیه به کشور فنلاند اگه درست بگم اسمشو سفر کنیم. آقا بریم بشینیم داخل ماشین، راه بیفتیم بارگیریو بزنیم. بابا دیر آقا نشستیم داخل ماشین. نمای داخلی زیبای رنوتیو دارید میبینید از کیلومترش داخلیش که دیگه حتما دیدید و یه مانیتور بزرگمون بالا گذاشتن. البته شرکت گذاشته داداشا که اگه خواستی فیلمی چیزی نگاه کنی حالا هر چی که هست راحت باشی اونجا داداشا. و اینکه بیشتر از این واسه مسیریاب استفاده میکنن. و اینکه آقا من یه بستم آب معدنی خریدم و انداختم کف ماشین و اینکه دیگه ساکمو برداشتم و همه چیمو جمع کردم از اسی و گفتم دیگه راه بیفتیم بریم. یه نم پتو برداشتم بس دیگه آقا همین داخل ماشین دیگه جای خاصی که قرار نیست بریم ولی بازم جاده است و خطرناک. آقا راه بیفتیم. به صدای زیبای رنوتیو دارید میشنوید. داداش نیایید که ما آروم آروم بریم و برسیم به محل بارگیری. صدای دنده عوض کردن و به چراغا رو روشن گذاشتیم. چرا دستمون خورده حتما. یعنی واقعا رو دست رنو داخل کابین نیست، خداییش توی کابین خیلی نرمه آقا، خیلی نرمه، واقعا نرمه رنو. این ماشین فرانسوی زیبا. چقدرم دوربین داره پسر. این مسیر ترکیه اصلا افتضاحه از لحاظ دوربین و موربین و خیلی دوربین داره. نگاه کنید آقا اینجا کلن نمیتونی بیش از یه سرعتی دیگه بری. چقدر فاصله داریم تا محل بارگیری؟ 13 کیلومتر که الان شد تازه 12 تا. ساعت هم نزدیک دیگه 4 داره میشه دیگه، الان 3:30. ما قرار بود 3:30 اونجا باشیم که یه ذره طول کشید دیگه داداش. من تا یه کمی خرید مرید بزنم چون بالاخره خیلی تو راهیم آقا. 3000 کیلومتر تا کشور فنلاند فاصله داریم. 3000 تا خیلیه ها داداشا.
تو دهن راحته ولی بخوای 3000 تا برونی واقعا سخته. البته واسه سنگین سوارا نه. نرمی کابینو به به. این دوباره میگه برو رو باسکول وزن کن خودتو. هواشناسی رو نگاه کردم دوستای عزیزم، یه ذره هوا خرابه. جلوتر از کشور رومانی به بعد هوا رو طوفانی زده بود. طوفانی یا بارانی، اصلا معلوم نیست داستان چیه. احتمال اینکه بارون بباره. البته اینجا نه، ترکیه اینا و رومانی اینا هواش خوبن. مسیریاب ما رو از کدوم کشورها ببره. یه سفر دریایی ریزم داریم به کشور فنلاند. نمای زیبای رنوتی هم دیدید با تریلی ماموت. واقعا قشنگه این رنوتی. من اصلا اون نسل قدیماشو نمیپسندیدم، رخشو قشنگ بودم، ولی این رنوتیو اصلا رنو بالاخره یه چیزی زد که واقعا خفنه رخه این ماشین. همینجا من نگه دارم من کجا بریم بارو بزنیم. گیری هم کردیم و دیگه تموم شد و اینکه دیگه همه چی رو در اینا رو چک کردم. فقط آقا اون چراغ عقبم یکیش سوخته، هم راهنماش نمیزنه هم چراغش نمیزنه. حتما یه جا دیدم باید بدم درستش کنن. و اینکه دیگه بارمونم آقا هایی که تو دندون پزشکی هست دندونا رو درست میکنن. حالا اسمشو واقعا نمیدونم، به کامنت ها میدونه حتما بگه دیگه. دمش گرمه. خب استارتو بزن رو بیافتیم بریم، خیلی دیرمون شده. بسیار بخوابون، جفتم خاموش کن. بارو زدیم و ببریم که ایشالله سلامت تحویل بدیم. 3126 تا فاصله داریم. همه مدارک اینا رو هم که گرفتیم دیگه اوکیه. خدا کنه این مسیریاب از یه جایی ببره که خلوت باشه.
سوخت ماشینمونم که کامل اوکیه. ردیف برو بریم که این رنوتی ببینیم چجوریه. اگه ماشین خوبی باشه حتما بعدن اوه داداش کم کن دیگه. من اشتباه کردم. من یهو حواسم رفته بود یه جا دیگه. یهو میخواستم بیام اینور، اونم رو سرعت بود. حالا بالاخره به خیر گذشت و رفت. اینجا چی شده؟ وای قاچاق ماچاق گرفتن. چی شده؟ داستان چیه؟ داستان چیه معلوم نیست. ما رو انداخت دیگه توی اتوبان و دیگه که بریم به سمت، حالا نمیدونم کدوم کشور قراره بریم، یا رومانی. البته اول بلغارستان، اول بلغار رو باید رد کنیم بعد رومانی. نمیدونم مسیریاب ما رو از چه راههایی ببره دیگه. هرچی که نزدیکتر و سریعتر و خلوت‌تر باشه اون. چرا پاشو یهو انداخت رو ترمز؟ اینجا بریم خودمون هم یه وزن بزنیم. خب داداشا 20 تن وزن ما بود، 20 تن کامل. اون دستگاهی که ما زدیم 20 تن وزنشه. البته همه شو 20 تن با تریلینه و دیگه کلا وزن همه چی رو گرفت. 20 تن خلاصه الان این رنوتی داره میکشه با خودش.
این اولین باریه که داداش دارم میرم کشور فنلاند. تا حالا توی این کشور اصلا بار نبردم و نرفتم. سوئد رفتم ولی فنلاند رو نرفتم تا حالا. اینجاها زده 90 تا. بریم دیگه آقا، ما هم یه 90 تایی بریم. 60 تا دیگه کمه. خطرناکه آقا. بارم بار مهمیه. یه دستکش کلی قیمتشه. خراب بشه دیگه مشکل پیش بیاد گردن ماست. و از سلامت برسونیم بارو. چه منظره‌ای هم داره اینجا. $99 و اینم 100. راحت این رنو میره. کلی هم وسایل خریدم داداشا که شام یه چیزی خودمون درست کنیم بزنیم. اصلا شام خودت درست میکنی یه مزه دیگه ای داره، اونم تو ماشین داخل کابین. خیلی میچسبه به آدم دیگه. بعضی وقتا حال نداری دیگه، مثلا میری از رستورانی ساندویجی ماندویج اینجور چیزا میخوری. بیشتر هم ساندویج نباید بخوری تو جاده، اینا امکان داره که مسموم بشی و این داستانا. غذاهای خوب اون جایی که راننده تریلیا میرن بدونید داداشه دیگه غذاهای خفنی داره حتما. همین لاین خودمون خوبه، داریم میریم دیگه. فقط فکر کنم یادم رفته لیوانمو بیارم. امیدوارم که توی ساک باشه. یه هم نیورده باشیم بعد اینجا این لیوان بگیریم. چایی بزنیم حداقل. اینجا داداش هوا معمولیه ولی من باز کولرها رو زدم
روی درجه خیلی پایینه. اگه دقت کنید یه دریچه هم بیشتر باز نکردم و اوکی. یه ذره زدم که هوای ماشین قشنگ خونک بمونه و مشتی باشه. یه پنجره رو ندیم پایین. نه دیگه ما اینجا خودمون رو نباید وزن کنیم. ما دیگه یه بار روی باسکول رفتیم، اصلا نیازی هم نبود بری، ولی خب من باز یه بارم وزن کردم. صد و 9 تا هم کم کرد. آقا از تو آینه نمیدونم دیدید یا نه داشته اون ماشین سفیده رو چقدر سرعتش بالا بود. خودش هم توی این لاین بود، لاین بغلیه سرعتش بالا بود، باز مشکلی نداشت. چی بگم آخه داداش، چی کار میکنی واقعا؟ یه لحظه جمع کردم، اونم اصلا فرمون دست نمیزد، همینجوری داشت میومد. براش اصلا مهم نبود که داستان چیه. چراغا رو کامل روشن کنیم که دیگه کم کم هوا تاریک میخواد بشه و جریممون نکنه. یه جا جلوتر استراحتگاه دیدیم بزنیم بغل که یه کمی استراحت کنیم و اونجا هم قشنگ شامو بزنیم. چه سربالایی هم شد. عجب صحنه ای آقا. آفتاب دیگه داره میره و چشم منم داره اذیت میکنه، ولی تو دوربین خیلی قشنگ افتاده. خیلی جلوتر یه استراحتگاه هست، ولی به نظرم بریم فعلا یه ذره جلوتر، چون ساعت الان 7:50. فکر کنم رسیدیم لب مرز. بریم اینجا استراحت کنیم یا بذار بریم اینجا استراحت کنیم. اینجا بزرگم هست،
یه شام مشتی درست کنیم بزنیم به بدن. ما بریم جلوتر پارک کنیم. بله داداش فکر کنم رسیدیم به مرز بلغارستان. اینجا چرا اینجوریه؟ اینجا فکر کنم از شوینا هم داشته باشه. ما هم میدیم بغل همین جدولا. همینجا خوبه. داداشای گلم همینجا اوکیه دیگه آقا، همینجا بزنیم بغل و اینکه میتونیم بخوابیم، هم نزدیکای صبحم راه بیافتیم دیگه. حالا پارت بعدی داداشا به نظرتون نزدیک صبح بریم یا همین شب راه بیافتیم؟ آقا داخل کامنت ها بگید پارت بعدی حتما ساعت چند بریم. و اینکه دیگه بذار من شیشه رو بدم پایین. اوکیه دیگه خوبه، ما میریم، ما زود میریم اینجا. یه ذره شیشه بیاد اینجا وایسته، اینجا خوبه. نه یه ذره بیاد پایین تر، اینجا اوکیه. و اینکه امیدوارم که از پارت یکش لذت برده باشید داداشای گلم. و اینکه آقا ما برداریم بیاریم اینجا غذا مزه رو درست کنیم. و اینکه 6 تا هم بیشتر نداریم و دیگه همینه فقط آبمون. این هم ترکیه بودیم گفتم بذار بگیرم چون بین راهی ها خیلی آبا گرون میدن اینجا. خلاصه دیگه چراغینای ماشینم خاموش کن، دستی هم کامل بکش، ماشینم خاموش کن بره. امیدوارم لذت برده باشید داداشا. داخل کامنت ها بگید و لایک ویدیو هم یادتون نره و دمتون گرم. و اگه کامنت میذارید حتما کامنت انگلیسی بذارید داداشا. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعد فعلا.